ویپ یا سیگار. این روزا خیلی از افراد فکر میکنن که اگر به جای سیگار از ویپ استفاده کنن عوارض سیگار رو نداره و هیچ مشکلی برای اونها پیش نمیاد. نکته ای که باید خدمتتون بگم این هستش که یک سری تحقیقات وسیع روی دود ویپ انجام شده و متاسفانه مشاهده شده که به جز نیکوتین یه سری مواد دیگه از جمله فرمالین، اتیلن گلایکول که در واقع در ضد یخ استفاده میشه، آکرولین که در سمهای علفکش استفاده میشه، فرمالدهید و یک سری سموم دیگه که در دود ویپ هرچند به میزان اندک وجود داره، اینها میتونن آسیب خیلی زیادی به بافت دهان و ریه وارد کنن. و چه بسا ما میبینیم افرادی که عادت دارن دائم از ویپ استفاده میکنن. عکس قفسه سینه که میگیرن التهاب خیلی شدیدی در ریه هاشون وجود داره که بسیار بیشتر از افرادیه که سیگار مصرف میکنن. پس باید توجه داشته باشید که نه تنها عوارض ویپ از سیگار کمتر نیست، در بعضی موارد ممکنه عوارض اون از سیگار هم بیشتر باشه. این دیگه به انتخاب خودتون بستگی داره که بخواید سیگار رو انتخاب کنین یا ویپ. به جمع پوست شبنمی ها ملحق شد.